یک شنبه اول دسامبر سال 2013 میلادی یه اتفاق خیلی عجیب توی جزیره گوام افتاد. یهویی از آسمون حدود 2000 تا موش با چترهای کوچیک مقوایی یکی یکی شروع کردن به پایین اومدن. گوام دورترین نقطه تحت کنترل آمریکاست که وسط اقیانوس آرام قرار داره و اون روز تبدیل شد به محل یه عملیات خیلی خاص. در اون روز خاص از هلیکوپترهایی که ارتفاعشون خیلی پایین بود این موش‌های بیچاره انداخته می‌شدن پایین. توی هر هلیکوپتر یه تیم از متخصصان نشسته بودن و موش‌ها رو با زمانبندی دقیق یکی یکی رها می‌کردن تا دقیق بیافتن تو جاهایی که از قبل برنامه‌ریزی شده بود. هر کدوم از موش‌ها به 2 تا تکه مقوای سبک و یه برگه سبز وصل شده بود که مثل چتر نجات عمل می‌کردن و باعث می‌شدن موش با سرعت آروم بیاد پایین. جالبه بدونین که بعضی از این موش‌ها حتی فرستنده‌های کوچیکی هم داشتن که بعدش اطلاعات جمع می‌کردن و می‌فرستادن. البته خیالتون راحت، این موش‌ها از این ماجراها هیچی نمی‌دونستن. نه به خاطر اینکه حیوان بودن، بلکه چون اونا قبلا مرده بودن. این موش‌های مرده داخل بدنشون پر شده بود از یه نوع داروی آزمایشی خاص. برای چی؟ جلوتر بهتون میگم. باید اینم بدونین که این عملیات عجیب و غریب اولین بار نبود. این 4مین عملیات رسمی موش پراکنی از آسمون بود که دولت آمریکا تاییدش کرده بود و هزینه کلش چیزی حدود 8 میلیون دلار تموم شد. اما صبر کنین، اگه میخواین بدونین چرا وسط این همه راه حل آمریکا به مرحله پرتاب موش مرده با چتر از آسمون رسید، باید برگردیم عقب، خیلی عقب. پس اگه میخواین ادامه ماجرا رو بشنوین حتما ویدیو رو لایک کنین و تا پایان همراهمون باشین. ممنون که حمایتمون میکنین. ماجرا به حدود 70 سال پیش برمیگرده، درست بعد از جنگ جهانی دوم. اون زمان یه مار به اسم براون تری اسنیک، یعنی مار درختی قهوه‌ای، پای بدبختی رو به جزیره گوام باز کرد. این مار اصلاً مال اونجا نبود، بومی کشورهایی مثل استرالیا، پاپوا گینئو و جزایر سولومون بود. اما بعد از جنگ ظاهراً این مارهای قاچاقی از طریق کشتی‌های نظامی وارد گوام شدن. به احتمال زیاد از یه جزیره نظامی توی گینئو به اسم مونی اومده بودن، ولی هنوز هم دقیق معلوم نیست که اینا دقیقاً چطوری رسیدن اونجا. و همین مارهای به ظاهر بی خطر بودن که با ظاهر کشیده و چشمان درخشان شروع کردن به خراب کردن یکی از مهمترین اکوسیستم های اقیانوس آرام. حالا سوال اینجاست، این مارها چطور خودشون رو به جزیره گوام رسوندن؟ 2 تا نظریه وجود داره. یا این مارهای باهوش به بدن یک کشتی‌های نظامی چسبیده بودن و همراه تجهیزات وارد جزیره شدن، یا خودشون رو قایم کردن تو چرخ‌های فرود هواپیما و البته شاید هم هر دو روش رو امتحان کرده باشن. به هر حال مهم اینه که اونا رسیدن گوام و اونجا رو تبدیل کردن به خونه جدیدشون. اینم باید در نظر داشته باشین که گوام یه جزیره کوچیکه با 50 کیلومتر طول و 10 کیلومتر عرض، ولی الان توش چیزی حدود 2 میلیون مار زندگی میکنن. یعنی به طور متوسط بیشتر از 125 مار در هر هکتار زمین. زمانی که این مارهای درختی کوچیک هستن فقط دنبال جونده های ریز میرن، ولی وقتی بزرگ میشن دیگه هیچ کس از دستشون در امان نیست. پرنده، موش، سوسمار، هر چی که به جنبه رو شکار میکنه. این مارها میتونن تا 3 متر هم رشد کنن. خیلی راحت از درختها بالا میرن و شبها پرنده ها رو از شاخه ها میقابن. جالب اینجاست که این مارها معمولا تا 30% وزن خودشون غذا میخورن. یعنی چیزی معادل این که یه آدم یه خرگوش حسابی چاق رو یه جا قورت بده. اما این مارها بعضی وقتا از اینم فراتر میرن. یه جا خونده بودم که دانشمندا ماری رو پیدا کردن که یه پرنده خورده بود که 80% وزن خودش رو داشت. واقعا اشتهای بیرحمانه‌ای دارن. ولی حالا فاجعه اصلی رو گوش کنین. همین اشتهای بی‌پایان باعث شد که فقط توی یه نسل حدود 75% از پرنده‌های گوام نابود بشن و بعد از چند سال از 12 گونه بومی پرنده فقط 2 تا باقی مونده بود. بقیه گونه ها منقرض شدن. وقتی پرنده ها کم شدن، مارها بیخیال نشدن، رفتن سراغ موجودات دیگه مثل سوسمارها و حتی لکلک ها. اما مشکل به همین جا ختم نشد. پرنده ها یه بخش کلیدی از اکوسیستم بودن. وقتی اونا حذف شدن، تعادل طبیعت به هم ریخت. مثلا به خاطر نبودن پرنده هایی که حشره می‌خوردن، گوام یه دفعه با سیل عنکبوت ها روبرو شد.
تعداد عنکبوت‌ها توی این جزیره 40 برابر بیشتر از بقیه جزایر اطراف اقیانوس آرام شد. 2 گونه پرنده‌ای که باقی مونده بودن هم انقدر کم بودن که نمیتونستن جلوی این طوفان عنکبوتی رو بگیرن. تعداد پرنده ها انقدر کم شد که تخمین میزنن الان کمتر از 200 تا پرنده تو کل جزیره باقی مونده. حتی پرنده های غیر بومی که بعداً وارد گوام شدن نتونستن جای خالی پرنده های قدیمی رو پر کنن. حالا فکر کنین چه بلایی سر درخته اومده. حتما میپرسین چه ربطی به درخت‌ها داره؟ الان بهتون میگم. خیلی از درخت‌های گوام برای تکثیر بذرهاشون به پرنده ها وابسته بودند. تقریبا 60 تا 70% گونه‌های درختی جزیره به کمک پرنده ها برای پخش بذر نیاز داشتند. اما حالا که پرنده‌ای نیست، بذرها پخش نمیشن و طبیعتاً درخت‌های جدیدی هم رشد نمی‌کنن. یعنی از بین رفتن پرنده ها یه زنجیره از تخریب‌های بعدی رو به وجود آورده. قبل از ورود مارها، جنگل‌های شمال جزیره پر از صدای آواز پرنده‌ها بود. تو هر درختی چند تایی لونه پیدا می‌شد، ولی حالا سکوت و تار عنکبوت جاشون رو گرفته بود. بر اساس تحقیقات، رشد درخت‌های جدید تا 92% کاهش پیدا کرده. یعنی جنگل عملاً داره نفسای آخرشو میکشه. این تازه اول ماجراست. این مارهای قهوه‌ای درختی تا 3 متر طول دارن و یه عادت عجیبی هم دارن. اونا هر چیزی که میبینن بلنده ازش میرن بالا، فکر میکنن درخته، مخصوصا از تیر برقا و ایستگاه‌های برق. همینم باعث شده که کلی قطعی برق سراسری تو جزیره اتفاق بیفته. از طرف دیگه حضور این مارها فقط محدود به گوام نیست، چون این جزیره با خیلی از جزایر دیگه اطراف در ارتباطه. مارها هم کم کم دارن پخش میشن. تو خیلی از جزایر میکرونزی که با گوام رفت و آمد دارن، این مارها دیده شدن. حالا نگرانی اصلی اینه که این مارها به هاوایی هم برسن. چرا؟ چون اکوسیستم جزایری مثل هاوایی خیلی حساس و ایزوله هستن. حیوانات اونجا نه تنها شکارچی ندارن، بلکه حتی نمیدونن شکارچی چی هست. برای مثال تو کل هاوایی حتی یه دونه مورچه بومی هم وجود نداره. فقط مورچه هایی که توسط انسان ها به اونجا برده شدن هستن. حالا اینجا یه سوال مهم پیش میاد. تکلیف مردم چیه؟ آیا این مارهای درختی قهوه‌ای برای آدم‌ها هم خطرناکن؟ جواب کوتاهش اینه: نه خیلی. درسته که این مارها سمی هستن، ولی سمی که دارن اونقدر قوی نیست که به بزرگسال‌ها آسیب جدی بزنه. چند مورد حمله به انسان هم گزارش شده، ولی جالبه بدونین دندونای این مار حتی نمیتونن از لباس معمولی رد بشن. در واقع این سم بیشتر برای شکار سوسمار طراحی شده، نه انسان. پس اگه شما سوسمار نیستین خیالتون راحت باشه. این یه شوخی بودا، به دل نگیرین. البته اینم بگم این به این معنی نیست که حضور این مارها بی دردسره. برعکس، برای صنعت گردشگری گوام یه تهدید جدیه. جزیره گوام که حدود 160,000 نفر جمعیت داره، حسابی به توریست ها وابسته است. اما خب وقتی شایعه بشه که جزیرت پر از مار سمی، عنکبوت‌های عجیب و غریب و قطعی برق‌های مداوم باشه، کی دلش میخواد بیاد اونجا تعطیلاتو بگذرونه؟ این مارهای قهوه‌ای درختی تا حالا میلیون‌ها دلار به طبیعت و حتی زندگی انسان‌ها ضرر زدن. سال‌هاست که این وضعیت ادامه داره و همه میدونستن باید یه کاری کرد. تنها راه حل منطقی این بود که جمعیت این مارها کم بشه یا حداقل کنترل بشه تا بشه به پرنده‌ها، درخت‌ها، گردشگری و زیرساخت‌های جزیره یه امیدی داد. طبق برآورد وزارت کشور آمریکا در سال 2005 فقط سالانه 80 تا قطعی برق مستقیم به خاطر این مارها اتفاق می‌افتاد. اما همین قطعی‌ها حدود 4 میلیون دلار در سال هزینه داشت. تو کل این 20 سال مار درختی باعث بیش از 2000 مورد قطعی برق شده. بعضیاش فقط بخشایی از جزیره رو درگیر کرده، ولی بعضیا کل گوام رو خاموش کرده و خب هیچ کدومشون بی هزینه نبوده. آمریکایی‌ها قبل از اینکه به راه حل عجیب موش‌های مرده برسن، کلی روش دیگر رو امتحان کردن. گذاشتن تله‌های مخصوص مار، استفاده از سگ‌های تربیت شده که مار پیدا می‌کنن و بازرسان حرفه‌ای شکار مار.
این روش ها کمک میکردن ولی نه اونقدر که بشه جمعیت مارها رو مهار کرد. برای همین یه راه حل عجیب ولی خلاقانه رو اجرا کردن: انداختن موش‌های مرده از هلیکوپتر توی جنگل ها، اونم در حالی که با سم خاصی آغشته شده بودن. حالا اون سم چی بود؟ یه ماده خیلی آشنا که مطمئنم همتون یه بارم که شده ازش خوردین: پراستامول، که تو فارسی بهش میگیم استامینوفن و تو همه دارخونه ها برای سردرد و تب پیدا میشه. بله درست شنیدین، برای مارهای درختی قهوه‌ای استامینوفن مثل سم عمل میکنه. چرا؟ چون این ماده باعث میشه هموگلوبین خون مار نتونه اکسیژن حمل کنه. نتیجه چی میشه؟ خفگی از داخل. مار اول به کما میره و بعدش میمیره. فقط 0.3 گرم از این ماده برای کشتن یه مار کافیه که چیزی معادل 1/6 یه قرص معمولی استامینوفنه که ما میخوریم. باید اینم بدونین که این ماده یعنی همین استامینوفن فقط روی مارهای قهوه‌ای درختی عمل میکنه، نه مارهای دیگه. اونا سیستم ایمنیشون با این مار فرق میکنه. یه وقت نرید امتحان کنیدا. البته بخواید امتحانشم بکنین مطمئنم که نمیتونین، چون کسی نمیتونه به یه مار قرص بده، درسته؟ خب دانشمندا راهش رو بلد بودن. اونا اومدن استامینوفن رو تزریق کردن توی موش‌های مرده. بعد با چترهای کوچیک از روی هلیکوپتر توی جنگل‌های گوام انداختنشون. چتر باعث شد که موش مرده آروم روی درخت‌ها فرود بیاد و درست همون جایی برسه که مارهای درختی شب‌ها برای شکار از درخت‌ها بالا میرن. اینجوری مارها خیلی راحت طعمه رو پیدا می‌کردن و می‌خوردن و خب دیگه بقیه‌اش هم که معلومه. حتی آمریکایی‌ها اومدن برای ردیابی اینکه این روش چقدر جواب داده تو بعضی از موش‌ها ردیاب رادیویی گذاشتن تو بفهمن مارها چند تا ازشون رو پیدا کردن و خوردن. با همه اینا این نقشه یه محدودیت داشت. موش‌های مرده فقط 2 تا 3 روز توی آب و هوای استوایی گوام قابل استفاده بودن، چون بعدش فاسد می شدن و دیگه مارها هم میلی بهشون نداشتن. برای همین عملیات موشریزی تو چند مرحله مختلف انجام شد. در نهایت در سال 2013 میلادی وزارت کشاورزی آمریکا اعلام کرد که قراره حدود 40,000 موش مسموم با چتر از آسمون گوام پایین بریزه. یه عملیات تمام عیار برای نابود کردن مارهایی که زندگی کل اکوسیستم جزیره رو به هم ریخته بودن. حالا شاید شما هم مثل من تو ذهنتون این سوال پیش بیاد که اوکی مارها که کشته شدن ولی بقیه موجودات چی؟ نکنه اونا هم قربانی شدن؟ استامینوفن با اینکه برای مارهای درختی قهوه‌ای سمه ولی برای خیلی از حیوانات دیگه تقریباً بی خطره. مثلا یه خوک یا سگ باید حداقل 500 تا موش مسموم رو بخوره تا دوز کشنده‌ای از استامینوفن وارد بدنش بشه، در حالی که یه گربه فقط با 15 تا موش ممکنه از پا در بیاد. برای همین خطر اصلی فقط متوجه بعضی گونه هاست. ولی نکته مثبت اینه که چون طعمه ها با چتر از بالا آویزون بودن و روی زمین پخش نمی شدن و روی درخت ها می افتادن، حیوانات زمینی معمولاً بهشون دسترسی نداشتن. اینجوری احتمال مسموم شدن موجودات بیگناه خیلی کمتر شد. با این حال همه با این روش موافق نبودن. سازمان معروف PETA که حامی حقوق حیواناته به شدت به این روش اعتراض کرد. اونا گفتن استامینوفن باعث نارسایی کلیه و کبد توی بدن مارها میشه و ممکنه اونا قبل از اینکه بمیرن روزها یا حتی هفته‌ها با درد و رنج زنده بمونن. حالا پیشنهاد این سازمان چی بود؟ اینکه مارها رو زنده بگیرن و بعد به روش انسانی اونا رو از بین ببرن. راستشو بخواین اونا از نظر اخلاقی حرف درستی زدن، اما چرا بازم روش پرتاب موش‌های مسموم انتخاب شد؟ دلیلش ساده است. این روش هم ارزون‌تره هم پوشش وسیع‌تری داره. ببینید وقتی از هلیکوپتر هزاران طعمه میتونی پخش کنی، دیگه لازم نیست صدها نفر رو بفرستی تو جنگل برای نصب تله و ردیابی. مخصوصا تو منطقه‌ای مثل گوام که کلی جنگل انبوه و غیر قابل دسترس داره، این روش یه راه حل علمی تر محسوب می شد. اما سوال اصلی اینجاست:
آیا این روش واقعا جواب داد؟ راستشو بخواین تا حالا خبری از یه پیروزی بزرگ منتشر نشده که من بخوام بهتون بگم، اما عملیات رسمی از سال 2013 میلادی شروع شد. دولت آمریکا از اون موقع تا حالا حرفش یکیه. اونا میگن ما فقط میخوایم جمعیت مارها رو کنترل کنیم، نه اینکه نابودشون کنیم. خب ببین، اگه بخوان نابودشون کنن هم نمیتونن. چرا؟ چون چند هزار هکتار جنگل تو شمال و جنوب گوام وجود داره که عملا نمیشه همش رو پوشش داد. نمیتونی تمام مارها رو پیدا کنی یا با دقت مسمومشون کنی. اونا هنوز تو دل طبیعت پنهانن، زنده‌ان و دارن تکثیر میشن. جا داره اینجا یه باور غلط رو در مورد جزیره گوام هم بهتون بگم. همه فکر میکنن مارهای درختی قهوه‌ای روی جزیره گوام همه جا پرسه میزنن، ولی واقعیت اینه که این موجودات عمدتاً توی جنگل‌های انبوه زندگی میکنن. مشکل اینجاست که رسیدن به این مناطق خیلی سخته. چالش اول اینه که دسترسیش دشواره. به خاطر جنگل‌های غول‌پیکر دیدن یا حتی پیدا کردن این مارها تقریباً غیر ممکنه. چالش دوم تعادل طبیعته. خوشبختانه چون انسان‌ها کمتر به این مناطق میرن، مارها هم کمتر با ما در تماسن که این یه جورایی خوبم هست. جالبه بدونین در سال 2020 میلادی وزارت کشور آمریکا 3,400,000 دلار بودجه اختصاص داد تا مبارزه با این مارها رو ادامه بده. اما سوال مهم اینه، آیا از روش‌های قبلی مثل موش‌های مسموم استفاده میشه؟ ببینید، استفاده از طعمه‌های سمی برای مقابله با گونه‌های مهاجم چیز جدیدی نیست. یکی از موفق‌ترین نمونه‌ها به جزیره پالمیرا برمیگرده. این جزیره کوچیک وسط اقیانوس آرام قرنها بدون وجود موش بود، اما وقتی موش‌های سیاه اتفاقی وارد این جزیره شدن، وضعیت فاجعه باری به وجود اومد. این موش‌ها تخم پرنده‌ها رو خوردن، گیاه‌ها رو نابود کردن، بچه پرنده‌ها و خرچنگ‌های جوان رو هم شکار کردن. چگالی موش‌ها به حدی رسید که 20,000 موش توی یه جزیره کوچیک که فقط وسعتش 13 کیلومتر مربع بود زندگی می‌کردن. دانشمندا با یه ایده جدید تصمیم گرفتن از هلیکوپتر برای پخش قرص‌های سمی یا همون مرگ موش استفاده کنن. این پروژه 2 سال طول کشید و در نهایت جزیره کاملا از موش‌ها پاکسازی شد. خب به پایان یکی دیگه از سفرهای علمی دروازه زمان رسیدیم. ممنون که تا پایان این ویدیو همراه ما بودین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، بدرود.